میخوام بهت یه مشاوره رایگان بدم. استابیلایزر چیه و چی کار میکنه؟ کدوم از ما به ازای وسایل خونمون یه محافظ از هر برندی داریم. لطفا همین الان پاشید برید روی محافظ هاتون رو بخونید. روشون نوشته شده محدوده کارشون بین 170 تا 255 هست. حالا بیاید براتون توضیح بدم این یعنی. روی محافظ ها نوشته شده دامنه قطعشان زیر 170 بالای 255 هست. این در صورتیه که برق ایران 220 هست، یعنی با داشتن محافظ تجهیزاتمون برق 210 200 190 180 170 رو میبینه. تازه زیر 170 یعنی روی 169 محافظ من میخواد قطع کنه. در افزایش ولتاژ هم به همین شکل 230 240 250 و 255 رو به تجهیزاتمون میرسونه و میخواد بالای اون دامنه رو قطع کنه. این بیوگرافی نشون میده که محافظ ها 85 ولت رو ناایمن نمیدونن. این در حالیه که ما و تمامی لاین تعمیر به اتفاق میگیم اگر 20 ولت بالا 20 ولت پایین به صورت مکرر اتفاق بیفته به تجهیزات شما آسیب میرسه. ضمن اینکه اگر روی مرز 190 قرار بگیره ولتاژ برق شما، هر آنچه آسیب که قراره به تجهیزاتتون برسه اتفاق میفته. حالا محافظ چه کاری برای ما انجام میده؟ محافظ ها فقط برای زمان یا دیلی تأخیر به کار ما میان، یا فاصله ولتاژ بالا یا پایین تر از این محدوده. برای صوتی و تصویری 30 ثانیه و برای یخچال و کولر 4 لغایت 6 دقیقه. وسیله‌ای که میتونه از این نوسانات جلوگیری کنه استابیلایزر هست. پس استابیلایزرها به عنوان محافظهای واقعی شناخته. چگونگی کار استابیلایزرها به صورت رله‌ای یا پله‌ای عمل میکنن و هر وقتی برقمون 10 تا افت یا افزایش ولتاژ داشته باشه پله میکنن و روی 220 ثابت نگه میدارن، یعنی ولتاژ 220 رو به تجهیزاتمون میدن. درصد دستگاه‌هایی که برای تعمیر به ما مراجعه میکنن همشون محافظ داشتن و اگر فکر میکنید محافظ میتونه جان تجهیزاتتون رو نجات بده، کاملا در اشتباه. با خرید یک دستگاه استابیلایزر برای تمام عمر از تجهیزاتتون محافظت کنید.